بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه العظام، ولجميع المؤمنين المتقين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما را برادرای عزیز و خیلی گرامی، بنده های خوبی خدا، بنده های نیکی خدا، به این روز سعید، به این روز بندگی، به این سردار روزهای هفته تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان دعا میکنم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. پروردگارا زنهای ما را، فرزندهای ما را مایه روشنی چشم ما بگردان و از خدای مهربان در این لحظه های از خوبی این روز طلب آن را دارم که خدای مهربان آداب و اخلاق ما بندگانت را، آداب و اخلاق زن و فرزندهای ما را به نیکو بیار و خدای مهربان در زندگی ما و زندگی فرزندهای ما آداب و اخلاق اسلامی را خداوند و حکمران بگردان و تا لحظه های آخر خدای مهربان ایمانمان را همراه ما با سلامت نگه بدار و خدایا ما را از بنده های خوبت بگردان، از بنده های نیکت بگردان. خدایا هیچ وقت از ما توفیق و هدایت را سلب مکن و خدایا خواهان او هستیم که پدر و مادر گذشته ما را رحمت و مغفرت و در حیات باقی اونها را خاتمه بخیر خدایا نصیب بگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و خیلی گرامی، جمعه های ما، جمعه های اولی از این موضوع ما اطراف دختر پیامبر گرامی حضرت فاطمه بود و حیات ایشان و مناسبت او با پدر، مناسبت او با شوهر، مناسبت او با فرزندهای خود چگونه بود. در جمعه های قبلا من برای شما بیان کردم و به خاطر آن بیان کردیم که مقایسه شود بین زندگی امروزه زنها و زندگی فاطمه قبلا از 14 عصر پیش و طرز معامله با پدر، با شوهر و طرز تربیه فرزند
و به خاطر آنکه مادرای ما، خواهرای ما، همزمان پدر و برادرهای ما از این حدیث ها و از این قصه ها یک جای عبرت گیریم و آنچه که شنیدیم او را در حیات خود عملی گردانیم تا نام نیک ما هم از بعد سر ما و شما هم از بین نرود. برادرای عزیز و گرامی، من اطراف حرمت شوهر جمعه های گذشته چگونه بیان کردم و قصه ای را به شما گوشزد کردم به خاطر آنکه شاید یگان خواهر و مادر ما این قصه را گوش اندازد و بعد گوش انداختن این قصه برای دخترهای خود این گونه نصیحت را روا ببیند. فقط قسم به بزرگی خدا مراد همین است و مقصدم همین است و مسئولیتی که به ذمه داریم همین است که با سبب این آیت های قرآن و حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پدرهای ما، مادرهای ما، فرزندهای ما راه درست را دریافت کنند. و من قبلا برای شما گوشزد کرده بودم که تا زمانی که اگر دختری تاجیک، زنی تاجیک با قرآن و حدیث های رسول اکرم شناسایی پیدا نکند شما زندگی خوب دریافت نمیکنید. برادر عزیز و گرامی، تا اگر اونها از قرآن و از حدیث لذت نبرند، آشنایی پیدا نکنند، محبت در این کتابهای خدا پیدا نکنند، زندگی هایی که ما میخواهیم که به جنگ و جنجال باشد، با آرامیش باشد، با حضور دل باشد، پیدا کردن خیلی مشکل، خیلی مشکل. از خدای مهربان و از خدای که به نهایت مهربان و به اندازه عفو کننده است خواهان او هستم که خداوند بالای این خواهرای ما، مادرای ما شرایطی را برپا کند که همگان او رجوع به قرآن و حدیث های رسول اکرم داشته باشد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می گفتند هر وقتایی که شما اگر اراده زن گرفتن کردین، اذا تزوج احدکم او اشترى خادما فلیقل، وقتی اگر کدام از شما اراده زن گرفتن کردین، در دلتان خواهش برپا کردن زندگی پیدا شد، زنداری دیگرها را دیدین و خواستین خانه های شما هم آباد شود، شما هم صاحب زن شوید، صاحب از او من بعد با قدرت الهی صاحب فرزند شوید، پیامبر ما گفتن که دعا کنید اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علی، اللهم انی اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علی. دعا کنید، گفتن که خدایا
از این اراده که من پیدا کردم، از این خواهشی که در دل من پیدا شد برای زن گرفتن، وقتی زن را که پروردگارا نصیب من میگردانی، او را زنی با خیر بگردان، زنی خوب بگردان. خدایا خیر او و خیر آنچه در فطرت اوست من از تو خواهان هستم. خدایا از بدی زن و از آن بدی که در فطرت اوست و سوی تو پناه طلب میکنم. چه دعای زیبای پیامبر گرامی برای امتهای خود تعلیم میدهد. مقصد از برپا کردن زندگی هم یکی از اونها این است که ما خیر ببینیم، خوبی ها ببینیم، نیکی ها ببینیم، از سرسانی ها و سرگردانی ها و از هر گونه ملول شدن قلب و ضعیف شدن جسم در ایمن بمانیم. عیاس با دختری خود گفت یکم دخترم در زندگی قناعت را پیشه کن. برادرای عزیز، اگر باشد که زنهای ما و شما، خواهرای ما و شما بعد شنیدن این نصیحت‌های مادر عیاس، اگر چنده که این وظیفه را برای خود اختیار می‌کردن، ولی ماها هم در کنار نباشیم، ما خود ما نصیحت کنیم. زیرا و اگر دختری مادرش را که باشد، دختری ما هم هست. اگر مشکلات فردا به سر دختر بیاید، نه تنها مادر اون مشکلات را تحمل میکند، بلکه ماها هم پای همون مشکلاتیم. خرسندی او خرسندی پدر و مادر است، غم و دقت او غم دقت پدر و مادر است. یکم فرزند عزیز، قناعت را در زندگی پیشه کن. شما میدونید که قناعت بسیار بسیار نعمت بلند است. پیامبر گرامی گفتند طوبی لمن هدی للاسلام و کان عیشه کفافا و قنعا. خوش به حال کسی که به نعمت اسلام خداوند او را روبرو میگرداند. خوش به حال کسی که اسلام را برای خود دین قبول میکند. و همچنان پیامبر گفتند زندگی دارد که کفایت کننده است و در همون زندگی کفایت کننده قناعت دارد. دخترم هوس‌های بیجا در خانه شوهر نکن، اگر چنده که در بدن دوگانه های خود، همسایه های خود از زیباگی ها میبینی، در خانه های ایشان از زیباگی ها میبینی، ولی با آن چیزی که تو در خانه داری با او قناعت کن. شاید مادر میگوید دختری عزیز، شاید هوس‌های بیجای تو، طلب‌های به محل تو مشکلات برای شوهر ایجاد کند و آن زندگی شیرین تو به تلخی کشیده شود. بسیار نصیحت خوبه. یکم قناعت. دوم، اکنون من مختصر هر کدامی را بیان میکنم.
دختری عزیز، با شوهر یک دل و یک زبان باش. با دختر یک دل و یک زبان باش. گاه